امروز ما درباره راه‌های از آرزو به نتیجه گذاشتن گپ میزنیم و مصلحت‌های تجربوی زیاد میدیم که به آدمان زیاد فایده رسانده است و به شما هم فایده میرساند. این نشان دهنده آن است که ما کار درست میکنیم. ولی وقتی ما میخواهیم که از آرزو به نتیجه گذاریم باید فرقیت را فهمیم. آرزو را به هدف تبدیل دادن در کار. اگر آرزویتان را به هدف تبدیل ندهید آرزو عملی نمیگردد. آرزو چین نشونده است. آرزو حد و حدود ندارد، آن بی سرحد است. هدف باشد چین شونده است. آن با رقم ها، با نشاندادهای معین، با فایز یا شماره چین کرده می شود. در زندگی در هر جایی که تغییرات نیست پس در آنجا حرکت و کار نیست. یعنی هدف را به نقشه تبدیل دادن در کار. نقشه این ابتدای حرکت است. پیش ما آدمان گوناگونی به شمار می آیند ولی گپ‌های مرا گوش کرده با گذشت وقت تغییر می یابند. یگانه سببی که کس خودش را حرمت می کند نتیجه است. برای همین نقشه را به سفارش ها تبدیل دهید. وقتی آدمان می گویند که من خودم را دوست می دارم، این باید گپی عادی نباشد. خود را دوست داشتن بالای خود کار کردن است. خود را تکمیل دادن است. سلامتی خود را احتیاط کردن و با ورزش جدی مشغول شدن است. استعداد خدا داده را تکمیل دادن است. همان پتانسیل های خدا داده را کشادن و استفاده بردن است. این بسیار مهم است. برای به دست آوردن نتیجه کس در راه پرخار راه می گردد و پایهایش خونشار می شود. راه موفقیت بسیار پرخار، پرمشقت و خونین است. شما باید به خودتان وعده دهید که هیچگاه به خودتان خیانت نمی کنید. هیچگاه از آرزویتان دست نمی کشید. هیچگاه هدف خود را نمی فروشید. در تفسیر قرآن خواندم که چنین آمده است: ما به آدمان با دو طرز نعمت عطا می کنیم، به کسی از لطف خود و دیگری برای سزاوار بودنش. من از دیدار شما شادم. خوش آمدید به پخش مستقیم. موضوع امروزه ما از آرزو سوی نتیجه است. اگر پی برده باشید یکی از بزرگترین طرفهای مثبت مکتب ما، یکی از فرقیت‌های کلان مکتب ما از مکتب‌ها، آموزشگاه‌ها و ایندوستری ترینینگی دیگر این است که ما محض به نتیجه کار شنوندگان و شاگردانمان اهمیت جدی می‌دهیم. ما بیشتر به آن دقت می‌کنیم که انسان پس از واخوری با ما، پس از خواندن کتاب‌های ما، پس از شنیدن پخش‌های مستقیم یا درس‌های یوتیوبی ما باید نقشه دقیق کاری داشته باشد. اولین چیزی که می‌خواهم شما نیز داشته باشید این است که پس از شنیدن درس‌های ما باید نقشه کاری داشته باشید. امروز ما درباره راه‌های از آرزو به نتیجه گذاشتن گپ می‌زنیم و مصلحت‌های تجربوی زیاد می‌دیم که به آدمان زیاد فایده رسانده است و به شما هم فایده می‌رساند. برای همین من از شما هم بسیار خواهش می‌کنم که التماس این درس را خوب گوش کنید و نتیجه‌های عالی به دست آورید. مادامی که با هم وقت می‌گذرانیم باید این ثمرناک باشد. مصلحت یکم من چنین است: و این درس همچون نوکار گوش دهید، زیرا آنچه که می‌دانید به این هم با شماست. هیچ کس شبهه ندارد آنچه که می‌دانید به این هم با شماست. این پدیده معمولی است. از این رو آن دانشی که دارید خوب است، عالی است. نتیجه دانشتان همان سطح و صفت زندگیتان است. اما اگر دانش‌های نو گیرید شما باز هم پیش می‌روید. برای همین خواهش میکنم دوام 40-50 دقیقه که با هم صحبت میکنیم در نوبت یکم همچون نو شاگرد گوش کنید تا که یگان چیزی نو را از خود کنید. چیزی مهم دوم، خود را آماده سازید. هر چی که حالا میشنوید باید همش را عملی کنید. از این همه باید نقشه عمل کشید. از سخنان امروز هم برای خودتان نقشه کاری کشید و رفته عملی نمایید. بله. چیزی مهمی سیوم، به نتیجه خوب توجه کنید. انسانی باشید که به نتیجه کار دقت می کند. برای شما باید مهمش نتیجه باشد. سبب را کمی پس می فهمید. ما حالا در همین باره گپ می زنیم. خوش، پیش از همه ما درباره چی گپ می زنیم؟ درباره آرزوی شما. درباره آرزوی شما. در حقیقت بسیاری آدمان آرزو نمودن را فراموش کردند. حالا بسیاری آدمان آرزو کردن نمی توانند.
آنها به آرزو باور ندارند. فکر میکنند که آرزو خواب و خیال کودکانه است و عملی نمی شود. در اصل نه. در اصل قابلیت آرزو کردن تنها به انسان عطا شده است. حیوانات، نباتات، دیگر موجودات زنده آرزو کردن نمی توانند. قابلیت آرزو کردن تنها به انسان عطا شده است و انسان با شرافت آرزویش آهسته آهسته حسیات خواهد داشت که به او خوشبختی می بخشد. انسان آرزو می کند که زندگی خوب داشته باشد، سیاحت کند، به والدانش کمک رساند، حیات خوش فرزندانش را تأمین نماید. آرزو می کند که به مردم یاری کند، ماشین خرد، باغی خیلی زیبا، خانه خوب بسازد و غیره. انا همین به انسان الهام می بخشد. این همه به انسان نیرو می بخشند. این همه زندگی انسان را زیبا، رنگین و جالب می گرداند. کسی حس می کند که به بعضی آرزوهایش رسید و باز به آرزوهای دیگرش سزاوار است. وقتی یگان آرزوی ما عملی می شود، این نشان دهنده آن است که ما کار درست می کنیم. ولی وقتی ما می خواهیم که از آرزو به نتیجه گذاریم، باید فرقیت را فهمیم. فرقش چیست؟ هست آرزو را به هدف تبدیل دادن در کار. تکرار می کنم، آرزو را به هدف تبدیل دادن در کار. اگر آرزویتان را به هدف تبدیل ندهید، آرزو عملی نمی گردد. می خواهم که شما دانید آرزو تنها در یک حالت عملی می گردد. اگر آرزویتان را به هدف تبدیل دهید، عملی می گردد. اما اگر آن را به هدف تبدیل ندهید، امکانیت عملی شدن آن آرزو کم می گردد. آرزو از هدف چی فرقیت دارد؟ با چی فرق می کند؟ با یک چند خصوصیت. یکم آرزو چین نشونده است. آرزو حد و حدود ندارد، آن بی سرحد است. هدف باشد چین شونده است. آن با رقم‌ها، با نشاندادهای معین، با فایز یا شماره چین کرده می شود. دقت کنید، آرزو یگان خیل دیدلاین، یگان خیل مهلت ندارد. هدف باشد مهلت معینی دارد. آرزو در منطقه راحت قرار دارد. من میتوانم گویم که آرزو میکنم میلیونر باشم، آرزو میکنم که میلیاردر باشم، آرزو میکنم که عالم باشم و غیره. آن در منطقه راحت قرار دارد. هدف باشد در منطقه ناراحتی قرار دارد. تکرار میکنم، هدف در منطقه ناراحتی قرار دارد. منطقه ناراحتی چیست؟ من باید تغییر یابم تا که هدفم برایم دسترس گردد. من باید بهتر شوم تا که هدفم برایم دسترس گردد. آرزو در منطقه بی حرکتی قرار دارد. دقت کنید، آرزو در منطقه بی عملی قرار دارد. هدف در منطقه حرکت قرار دارد. شما باید حرکت کنید. تا عمل و حرکت نکنید تغییرات نمی شود. در زندگی در هر جایی که تغییرات نیست، پس در آنجا حرکت و کار نیست. در دلخواه ساحه، در دلخواه جای اگر تغییرات نباشد، پس در آنجا عمل و حرکت نیست.